کتابخوانی. خوند و عیسی نام حق برست و خوان از برای التماس آن جوان. فرهنگ کتابخوانی در پنجشیر قدامت دیرینه و درخشانی دارد. پنجشیریان در شب‌های زمستان و اکثر شب‌های مناسبتی کنار هم جمع می‌شوند و به شیوه خاصی کتاب می‌خوانند. مثنوی معنوی، شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه آثار منظومی اند که مردم پنجشیر بیشتر با خوانششان شب‌های سرد زمستانی را سحر می‌کنند. خوانندگان این کتاب‌ها معمولاً بزرگان و سالمندان با تجربه هستند و جمع کثیری از جوانان سراپا گوش خوانش و تفسیر آثار منظوم و نامدار شعر و ادب فارسی از زبان این بزرگان. در کنار خوانندگان، شخص دیگری که بیشتر از همه به خوانش و تفسیر این آثار بلدیت دارد، به شرح و تفسیر بیت‌ها می‌پردازد که پنجشیریان به این شرح دهنده جوینده می‌گویند. اگر انسان بدبخت اگر گل بر دست بگیره خار میشه، اگر کار خیرم میکنه نیت شوم است، این کارش به انجام نمیرسه، چرا که اصلا بد است. سنت کتابخوانی در مجلس‌های شبانه در پنجشیر با گذشت سالها هنوز زنده است، اما به اثر دگرگونی‌ها و گسترش تکنولوژی اخیراً کم رنگ‌تر برگزار می‌شود. اینجا نیز در ولسوالی دره ولایت پنجشیر محفل کتابخوانی به منظور حفظ این رسم دیرینه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برگزار شده است. اشتراک کنندگان این محفل ضمن اشاره به تاریخ کتابخوانی در پنجشیر از برگزاری چنین محافل از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ابراز خرسندی می کنند و چنین برنامه‌ها را در راستای حفظ و رشد سنت‌های دیرینه مردم پنجشیر سودمند می دانند. معنای قرآن از احادیث است و از کتاب‌های بسیار زیاد به طور آفاقی مولانا قصه آورده بسیار برداشت درست میکنه. خصوصا درباره تربیت جوانان کسی در محفل‌ها اشتراک کند آنقدر توصیه میکند که به نفس خود اصلاح میکنه. چون اجداد ما به می علاقمند بودن فرهنگ دیرینه ماست و ما جوانان توصیه ما به ما جوانان هم است که باید این کتابخوانی و این فرهنگی که از اجداد به ما باقی مانده امیر ما دیگه هم رونق بدیم. با فرارسیدن فصل زمستان که کشت و زراعت در پنجشیر به دلیل سردی هوا متوقف می شود، کتابخوانی که در میان مردم پنجشیر طرفداران فراوانی دارد بیشتر برگزار می گردد. جنایت جو کنید زان که شهر زشت را نیکو کند.